بینندگان عزیز، همراهان پیک شادی، سلام بر شما. این هفته هم با یک کامنت دیگه در خدمت شما هستیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و امیدوارم که این هفته هم فرصت همراهی ما را در کامنت داشته باشید. بابک جان، چه فرصتی، چه کامنتی، چه خبری. تمام مشکلات نظام رو حل کردن رفته، اصلا خبری نمونده دیگه، کامنتی نمونده که. چطوری؟ همه مشکلات نظام هم بدون مشکله؟ نظام چی حل کردن؟ با پایتون. پایتون؟ بله پایتون. ملاحظه بفرمایید. پیشنهاد من با یک نرم افزار جهانی است تحت عنوان پایتون. پایتون کارهای مختلفی انجام میده. در حوزه پزشکی متحول میکنه، 4 سال آینده رو پیش بینی میکنه که چه سرطانی در واقع طرف داره. ما در حوزه سیاست چنین مشکلی داریم آقای رئیس جمهور. چرا؟ چون آینده‌ای که باید پیش بینی کنیم رو نداریم. چه اتفاقی در کشورهای آینده منطقه خواهد بود نداریم، ولی با شبکه‌های جهانی پایتون میتوانیم. در زمینه نظامی میتوانیم، در زمینه‌های اقتصادی میتوانیم، در زمینه رشد تورم که حضرت آقا فرمودن میتوانیم تو اون زمینه کار کنیم. دیتا چگونه میتونیم شبکه عصبی یا هوش مصنوعی که در بدن ما وجود داره، هر نقطه‌ای از اعضای بدن ما تیغ بزنیم کاملا بقیه جاها خودشون نشون میدن. ما به طریقی باید این مجموعه با هم متصل باشیم. بله پایتون یه جوری از بابا پایتون یه زبون برنامه نویسیه، یه جوری حرف میزنه ازش انگار غول چراغ جادوه، یعنی کاری نیست این نتونه انجام بده. اگه اجازه بدید مهران، من جواب این کامنت اینو خودم نمیدم، یه کلیپ میذارم برای کامنتش، کلیپو با هم ببینیم. تصویریه یعنی. تصویریه که کامل میکنه حرف من. بله. این یعنی چی؟ یعنی خریت محض، نه خریت نسبی هم، نه خریت محض، یعنی خود خری، نه اینکه مثل خری. اصلا مصدری، معنی مصدری میده. خر بودن تویی، تجسس، اصلا خر رو تو حس گذاشتن اگه این کارو بکنی. یعنی تو بودی که خر از تو یاد گرفت خر شد. بله ولی بابا واقعا تو به این پایتون کم عنایتی. ببین گفت پایتون میتونه سیاست‌های نظام رو پیش بینی کنه، یعنی عملاً ولی فقیه رو مرخص کرد. بله پایتون خیلی کارا میتونه بکنه، تازه این کم گفت چون وقت نبود. ببین پایتون میتونه با 1 میلیون تومان شغل ایجاد کنه، میتونه یه طوری دلار پاشی کنه توی کف خیابون که دلار قیمتش بیاد بشه 5 تومن، میتونه در عرض 1 سال 1 میلیون، 4 سال 4 میلیون مسکن بده. اصلا تمام دردای نظام و پایتون حل میکنه. اصلا این پایتون این یارو ولایت مدار درست شده برای رژیم. بابک من دیگه به نظرم نیاز نیست هر هفته‌ای بگم از قطار پیشرفت چه خبر، از قطار پیشرفت چه خبر. اصلا یه بخشی مشخص کنیم توی کامنت به نام قطار سری و سیر پیشرفت رئیسی، دیگه خیال خودمون راحت کنیم. نظرت چیه؟ بله من کاملا موافقم، چون روزی نیست که این قطار پیشرفت رئیسی دستاورد نداشته باشه. الان کار ما این شده بدویم، سرعتش هم زیاده که نمیرسیم دستاورد جمع کنیم. آخرین دستاوردی که من جمع کردم قیمت ماکان، پورشه ماکان تو ایرانه. پورشه ماکان. بله. پورشه ماکان 19 میلیارد. این یه ماشین لوکس حساب میشه، ولی قیمت همین مدل رو در بازار دبی ببینید چقدر، 113,000 درهم. در درهم 13,000 تومان که ضرب بکنید تقریبا میشه 1 میلیارد تومان. تا 19 میلیارد تومان 18 میلیارد. اون هم مدل 2018 بود؟ نه همین مدلیه که قیمت پورشه ماکان تو ایران 19 میلیارده، تو دبی 1 میلیارد. این اسمش پیشرفته؟ این کجاش دستاورده؟ اصلا خود پیشرفته، خود دستاورده. چجوری؟ ببین قیمت یه ماشین از این کشور تا اون کشور 19 برابر فرق میکنه. تازه بره یه کشور دورتر میشه 20 برابر، 40 برابر. بره آمریکا که میشه 100 برابر. این پیشرفت نیست؟ ببین اصلا من میگم تو برو همه اقتصاددانای دنیا رو جمع کن، بگو یه ماشین طراحی کنه که قیمتش تو این کشور تا کشور بغلش 19 برابر تفاوت کنه. بعد میمونن اقتصاددانا، اصلا هنگ میکنن. تازه بعد میگن که رئیسی بی سواد 6 کلاس، اگه سواد داشت چی کار میکرد؟ چند برابر میشه؟ چند برابر. این اقتدار نیست. آقا من اصلا از اون بری نگاه میکنه همه چی رو. آره من اصلا از اشکال تو نگاه تو بهرام. از این زاویه اصلا بهش نگاه نکرده بودم. اگه اینطور باشه که بالاتر از این شروع کردن که. بفرمایید. معاون وزیر صنعت گفته 2 سال دیگر اولین هواپیمای مسافربری داخلی را میسازیم. این اگه با بنگال عظما یه بار دیگه بره فضانوردی، به جای هواپیمای مسافربری داخلی فکر کنم سفینه فضاپیمای داخلی بسازه. آها کم گفته. خیلی کم گفته. با این وضعیتی که این داره باید خیلی تیزتر میگفت.
فقط تعجبم با این وضعیتی این داره چرا گفته 2 سال دیگه، گفت 2 دقیقه دیگه. این که حرفش که یعنی میتونست پای بگه اعصابمون راحت گفت 2 تو دقیقه. فضایی که بود میتونست بگه. تازه این رفته 2 سال دیگه. گفتم ما پروژه های الانشو الان داریم. ساخت امامزاده یه کلنگیشو که همین دولت رئیسی زده. ببینیم با هم. احداث امامزاده امامزاده مگه احداث داره؟ دارم میکنم. گفت 4 میلیون مسکن درست بکنیم، یه دونش هم درست نکرده، بعد امامزاده احداث کرده. چجوری؟ ببینم کار این قطار پیشرفت رئیسی داره به جاهای باریک میکشه. یعنی به نظرم تو زمان به چالش افتاده. این قطار تو تونل زمان داره به عقب میره. یعنی رفته تو سال تولد امامزاده ها براشون قبل از اینکه به دنیا بیاد دارن امامزادهشون رو میسازن. واقعا الان ببین طوری شده این داستان قطار پیشرفت رئیسی که تو خود مجلس آخوندا هم الان بهش کامنت میدن. بله. بهش تیکه میندازن. هر چی بگندت نمکش آره. میزنه. ببینیم اینو. تازه این قرار بود این مجلس پشتیبان دولت باشه. مجلس انقلابی یه دست. بله. آقای رئیسی، گویا قطار پیشرفت اقتصادی دولت شما قبل از آن که مردم را زیر چرخهای بی برنامگی له کند نیاز به ریزلی فداکار دارد، چون حرکت شتابان تورم گرانی لحظه به لحظه و بی‌ارزشی پول ملی را می‌بینیم. میگه این قطار پیشرفت ریزلی اون دهقان فداکار بود. کلاس چندم بود؟ سوم بود، چهارم بود؟ سوم خوندیم. آره میگه اونو نیاز داره الان. ببین اشتباه میکنه. الان وضعیت رژیم طوری ریزلی فداکار که هیچی. اگه سید علی عظمای جنایتکارم کل عبا و عمامه آتیش خودشو در بیاره با آخوندهای دور و برش آتیش بزنن، این قطار دیگه نجات پیدا نمیکنه. یه ضرب میره ته در. کارش از این کارا. کار قطار از این کارا گذشت. خب نوبتی هم که باشه نوبت کامنت یه جمله‌ایه. چالش منه. آره چالش یه جمله هرچی کمتر هم باشه که بله. بهتره. این 2 تا عکس رو ببینیم با هم. من از این دکمه داریم من بزنم که جواب بدم یا خودم واقعا رسیدم جواب آره بدم؟ دیگه رسیدی. ببین این عکس رو من این 2 تا عکس رو میبینم یاد گل میمون میفتم. البته منهای گلش نیست، خود میموناشو میبینم. اون با آخوند بالایی هم که دقیقاً حرف من اثبات کرده داره از خامنه‌ای تقلید میکنه. بله البته با عرض معذرت از میمون ها. همه میمون ها. بسیار خوب، خیلی متشکریم بینندگان عزیز. ممنونیم که با ما همراه بودید. تا یک کامنت دیگه و یک برنامه دیگه خدا نگهدارتون. شاد و سرفراز باشید.